سال 1936 از شهر بستانی سمرقند یک گروه هنرپیشگان که در تئاتر ازبکی خدمت می نمودند و به زبان آنها حرف می زدند به شهر دوشنبه یعنی استلنوات پیشتر آمدند. چند نفرشان در تئاتر نوبنیاد موسیقوی به کار قبول شدند. دو سه نفرشان در تئاتر دراموی خدمت کردند. در بین آنها یک نفر دقت همه را به خود جلب کرد. این هنرپیشه احد سلیمانوف نام داشت. خصوصا سرکارگردان تئاتر یفیم استایش میتلمن به این جوان 36 ساله بسیار دقت کرد که قد و قامت بلند زیبا دارد، قاقینه، نوچه، مویهایش بسیار جنگله زیبا، طرح رویش مردانه، بسیار چابک، بسیار زیبا می نمود و سرکارگردان در دلش گفت که یک بازیافت بزرگی پیدا کردم. از همین هنرپیشه در آینده یک اکتور خیلی خوب می براید که در رول‌های قهرمانی و رمانتیکی این صحنه را آرامی دهد و گفته‌هایش در حقیقت راست برآمدند. همان سالها میتلمن نمکک به روی تهیه فاجعه بزرگی نیمیسی اثر فریدریخ شیلر مکر و محبت شروع کرده بود و نقش حاکم پرزیدنت فون والتر را به همین اکتور نو به کار قبول شده سپارید و خطا نکرد. احد سلیمانوف در رول این حاکم بسیار زیبید و یک آدم با غرور اشراف پرستی خیلی با تمکین را تصویر کرد که تمام حاکمیت در دست وی است و قوه زورش همه کارهای او را انجام می دهند. پسرش فردیناند و یک دختر کمبغل دختر دل باخته است. از این خبر پدر آگاه شده کوشش میکند که با هر راه پیش راه این پسر را گیرد. من همین پدر بی رحم سنگدل در رفت اسپکتاکل بسیار کارها نشان میدهد و قهرمان ها دو دل باخته عاشقی خیلی بلند، اینها لوئیزا و هم فردیناند در آخر اثر قربان می شوند. اکتور چنان با حرارت گرم احساسی خیلی عالی رول را انجام داد و در صحنه هایی که بین پدر و پسر زد و خورد سخت می رفت، احد سلیمانوف قهرمان خودش را همچون شخص آشتی ناپذیر، یک آدم یک رو نشان داده توانست. همه صحنه هایی که در آنجا قهرمان احد سلیمانوف پیدا می شد حتما با برخورد شدید می گذشتند. بعد همین تئاتر قرار داد که این اکتور را در رول‌های قهرمانی رمانتیکی بسیارتر استفاده برد. بعد مکر محبت زود یک اثر نوی گریگور میدیوان القصر به دست گرفته شد. همان سالها در اسپانیا جنگ شهروندی اوج گرفتگی بود. ریسپوبلیکاچی ها ضد فاشیست هایی که این کشور آنها را اشغال نمودند و مبارزه می رفت، این مسئله در تمام کشور همان وقته شوروی باعث بحث و مناظره گردید و تمام آدمان شوروی ضد این اصلاحگران آواز برداشته بودند. برای همین هم این سپکتاکل در همان سالها موفقیت کلان پیدا کرد.
موفقیت از آن سر زد که همه اشتراک کنندگان این سپکتاکل یک آهنگ وطن دوستی بلند را ifade کرده توانستند. خصوصا احد سلیمانوف که در نقش پیریکو نوار را برآمد کرد و بسیار یک جنگاوری قوی اراده، یک جنگاوری خیلی با سرعت را نشان داد که هم به مریان دل باخته است و هم در کار مبارزه در صف پیش قدم می ایستد. همین خیل قهرمان ها آیسته آیسته در صحنه بسیار شدند، خصوصا وقتی که تئاتر به نام لاهوتی روزی 10 سالگیش را قید نمودند. ماه دکبر سال 1939 از نو به اثر دیمیتری فورمانوف و هم پولیوانوف بالوا مراجعت نموده بود. این پیسه سال 1931 نشان داده شدگی بود، لیکن اون وقت تئاتر خیلی جوان بود، خیلی کم تجربه بود، از عهده حل نمودن این اثر کلان قهرمانی برآمده چندان نتوانست. اکنون بعد از 10 سال تئاتر مهارت به دست آورد، اکنون تئاتر پیش رفت، اکنون بالوا با تمام فضیلت‌های خود برتری‌هایش دقت تماشابین را به خود جلب کرده توانست. در صحنه بین یک پولک کلانی که برای به هجوم رفتن اسیان برداشتن و یک گروه خردک که بولشویک ها که آنها همین اسیانگران را تسلا می دهند و تشویقات میکنند که از این کارشان برگردن و یوریش تیار باشند. من همین مبارزه در سیمای یک قطار قهرمان های این سپکتاکل خیلی مجسم ifade یافتگی بود. خصوصا بازی احد سلیمانوف در رول разведкачи Ерискин بسیار جالبی دقت بود. وقتی که دشمن ها این گروه خردک که بلشویک ها را در زندان حبس میکنند و آنها را به قتل حکم میکنند، در همین وقت یریسکین به همین زندان پیدا شده با کارنمایی خودش این بلشویک ها را آزاد میکند. همین صحنه ها از طرف تماشابین بسیار گرموجوشان قبول کرده میشد. آهسته آهسته احد سلیمانوف همچون اکتور پیش قدم در صف یکم برآمد. در مدت 2-3 سال چنان وی تیز سبزید که این اکتور حتی در اثرهای نو، در پیسه های خصوصا اثر شکسپیر رول یاگو را بازی کرد. سال 39 این سپکتاکل برای تئاتر ملی ما یک نویگری خیلی بزرگ بود. آخر تا الحال هیچ کس شکسپیر را نمیدانست، نمیشناخت. اکنون بار اول تئاتر به این اثر مراجعه نموده ابرازهای فاجعه‌ای آفرید و رول یکی از رول‌های خیلی مهمی همین سپکتاکل این یاگو می باشد که تمام دسیسه هایی که وی سر میکند، همین دسیسه های وی، این اغواگری های وی، تهمت خیلی بر زیاد او باعث قربانی یک چند قهرمان ها میگردد. این ابراز منفی را بازی کردن برای اکتور جوانی که حالا وی معلومات درست تئاتری نداشت، تجربه هم درست به دست نآورده است، بسیار وزنینی کرد. لیکن همراه استادش میتلمن وی رول را خیلی ناز از خود کرده بود. روزهای دهه صنعت تاجیک در مسکو وقتی که اوتل را نشان داد تئاتر، همه منقدها با یک آواز بهای مثبت دادند، ولی در حق اجرای احد سلیمانوف آنها ایراد گرفتند. آنها گفتند که سلیمانوف یک قدر سطحی باز میکند، یک قدر یک رنگ، یک نواخت تصویر می نماید. لیکن آنها فردیت این اکتور را بر نظر نگرفتگی بودند. میتلمن محض برای تهیه نبودن همین رول از فردیت خود اکتور
عمل نمود. سلیمانوف یک قدر روی راست، نابکار، رزیل، آدم بسیار بدبین نشان داده توانست و این خیلی تراکتوفکا، این خیلی یعنی توضیح دادن نقش خطا نبود. این یعنی از امکانیت خود تئاتر این خیلی توضیح سر زده بود. بعدی از مسکو برگشتن البته اکتور باز در بالای رولش کار کرد و یکی از آفریده های خیلی خوبی این اکتور به شمار می رفت. وقتی تیاری آمادگی به دهه صنعت تاجیک در مسکو، تئاتر ما بار اول فاجعه ملی را به دست گرفت. این اثر عبدالشکور پور محمدزاده و هم والکنشتین، رستم و سهراب بود که در اساس داستان مشهور فردوسی بزرگ تهیه یافتگی بود. اثرهای داستانهای فردوسی کیها باز دقت تئاترهای روی دنیا را جلب نمودند. هنوز در نیمه عصر 19 در هندوستان تئاترهای هوسکار از روی داستان فردوسی رستم و سهراب سپکتاکل می آفریدند. حتی برای این سپکتاکل اسلحه های قدیم را استفاده می بردند. بدتر دیگر تئاترها، خصوصا تئاترهای آذر به آثار فردوسی مراجعت کردند. اکنون تئاتر ملی تاجیک به رستم و سهراب مراجعت کرد و پیسه بسیار ناز آفریده شد. خصوصا والکنشتین این یکی از درامانویس‌های خیلی برجسته روس حساب می شود و حتی درباره دراماتورگی یک اثری نظریوی آفریده است که 11 بار این کتاب وی نشر شدگی بود. یعنی شخصی که قاعده های دراماتورگی را بسیار هم ناز می‌دانست. برای همین هم پیسه بسیار صحنه باب آفریده شد. بسیار صحنه ها دقت مردم را جلب می‌نمودند. بعد یکی از رسام‌های بزرگی همان وقته تئاتر کلان SSR وادیم ریندن آرایش عالی جناب آفرید. این آرایش چنان بزیب بود که دوره ساسانیان معماری همان دوره را عکس بنمود. خلاصه هم لباس، هم آرایش، هم موسیقی، هم رقص هایی که در این اسپکتاکل وارد گردیده بودند، همه این چیزها برای آفریدن یک تماشای دلکش باعث دیدنی آفریده شد و روزهای دهه صنعت تاجیک در مسکو این سپکتاکل یک بار نشان داده شد، لیکن آوازه پیدا کرد. فی الحال در دل مسکویچ ها یعنی ریشه دوان معقول شد. در صحیفه های مطبوعات هم تعریف شد و هم تنقید گردید. تنقید از آن سر زد که سرکارگردان های همین سپکتاکل، کارگردان های همین نمایش، از روی اثر عمل نموده یک قدر رستم و سهراب را به همدیگر مقابل گذاشتند. سهراب همه وقت در لباسهای سفید پیدا می شود، رستم باشد در پوشاکی تیره و معلوم نبود که از پس این دو پهلوان، دو قهرمان اساسی کی ایستاده است، کی آنها را به زد و خورد وادار می نماید. من همین نقصان حتی در مقابل گذاری دو قهرمان معلوم شده ایستاد. صرف نظر از این چیزها، احد سلیمانوف رستم را همچون پهلوان بزرگ، عظیم جثه، یک پهلوان قوی اراده، پهلوانی که باعث غرور، باعث سولت می باشد، از خود اندک رفته است و از موفقیت های خودش اندک سرگرم می باشد و در صحنه های زیادی این قهرمان توجه تماشابین را به خود جلب کرده توانست. خصوصا در پرده آخر وقتی که در یک گوشه دوردست در نزد کوه ها زد و خورد رستم و سهراب پدر و پسر برپا می گردد. در این جنگ رستم به مقابل سهراب برآمده
از کلانسالیش اندک نفسش تنگ میگردد و قریب است که خفا گردد. لیکن بورمون یکی از جنایتکاران، نابکاران اشدی دشمن پادشاهان، و همیشه کوشش میکند که پدر و پسر نام همدیگر را ورد زبان نگیرند. و بعد اون که در این زد و خورد سهراب کشته می شود و در دم مرگ و بازوانش را نشان داده، یعنی همان تحفه‌ای که یک وقتها رستم به تهمینه تحفه کردگی بود، تقدیم نموده بود و گفته بود که اگر پسر تولد شود تو حتما به دست او بسته مان. همین بازیافت را، همین یعنی تحفه یک وقت تا تقدیم کردهش را دیده، هوش از سرش میپرد و داد فغانش میبراید. من همین صحنه ها از جانب عهد سلیمانوف بسیار هم تأثیر بخش نشان داده شده بودند. قریب شام شده ایستادگی بود، آسمان را ابر سیاه فرا میگیرد. یعنی گفتن ممکن است که ابرها هم به حال جوانمرگی سهراب میگریند و سربازان در روی نیزه ها یک متاع را پرتافته جسدی بی جان سهراب را میگذارند و این جوان مرد را به منزلگاهش میبرند. من در همین صحنه قهرمان عهد سلیمانوف از چقوری صحنه تا لب صحنه آهسته آهسته قدم زده فغان میبردارد و ناله میکند و حرف میزند که چه خطای بزرگی و صادر کرده است. چنان این مونولوگ از جانب اکتور دلخراش چنان تاثیر بخش صدا میداد که تماشابین ها در تالار میگریستند. این البته این غلبه خیلی بزرگ اکتوری می باشد که با احساس بلند و هم احتراس خیلی عالیش تماشابینان را به لرزه در آورده توانست. بعد اون که جنگ بزرگ وطنی برپا می گردد و برمی خیزد و تئاتر همه کارهای خودش را به همین جنگ، یعنی برای آهنگ‌های وطن دوستی را از صحنه ترغیب نمودن سفربر می نماید. بعد همین در تئاتر یک چند اسپکتاکل ها آفریده شدند که پیسه ها خیلی پیشتر نوشته شدگی باشند هم، لیکن آهنگشان ضد جنگی بودند. یکی از همین خیلی پیسه ها این اثر فریدریخ ولف ماتروس ها می باشد که در اینجا باز یک ابراز عالی جناب قهرمانی را عهد سلیمانوف در سیمای فرانس رش آفرید و وی نشان داد که این ماتروس، این یعنی سرباز حربی بحری، برای مدافعه عدالت، برای مدافعه گپ حق خیلی مبارزه میبرد. من همین خیلی یک سیمای خاطر نشین باز از جانب اکتور آفریده شد. سالهای جنگ بزرگ وطنی در استالیناباد بسیار دسته های کسبی روس و خادمان آن موقتا کوچیده آمدند. البته همه این حیات همان وقته شهر را خیلی رنگین نمود، خیلی شوق‌آور نمود و آدمان از بس که از خوراک تامین پورا نبودند، اکثر گشنه بودند، لیکن تئاتر را خیلی دوست می داشتند. همه تئاترهایی که در شهر کار میکردند همیشه پر از تماشابین بودند. یعنی برای آنها ذوق معنوی، یعنی غذای معنوی از همه مهم بود. همون سالهای 42 تئاتر با آثار ادیب بزرگ عصر 17 اسپانیا لوپه دی ویگا مراجعت کرد. وی فوئنتا اووخونا نام چشمه گوسفندان دیگر نام دیومش همین اثر را به زبان تاجیکی از جانب لاتی ترجمه شد و به دست گرفتن و برای در صحنه گذاشتن این درام قهرمانی از
مسکو رژیسوری موقتا آمده کانسل را و ولادیمیر سیمیونویچ کانسل را دعوت کردند. کانسل در حقیقت یکی از کارگردان‌های خوب مسکو به شمار می رفت و شاگردی ستانیسلاوسکی می باشد. در بسیار تئاترها بسیار سپکتاکل های ناز آفریدگی بود. البته کار با چنین کارگردان پرتجربه برای همه هیئت ایجادی تئاتر به نام لاوتی بسیار شوق‌آور بود و ترجمه بسیار ناز بود. خیلی ترجمه این قلم زبردستی. البته لاوتی این شکسپیر ترجمه کردگی اکنون با لوپه دی ویگا مراجعت کرده است و شعر آزادی این درامانویس رو نهایت دسترس ترجمه کردگی بود. لاوتی حتی 2-3 بار در مشق‌ها اشتراک کرد، خودش اشتراک کرد، آمده گوش کرد که اکتورها متن لوپه دی ویگا را به زبان تاجیکی چخیل قرائت میکنند و در وقت قرائت نمودن آنها ایراد میگرفت و فکرهای درست بیان میکرد که شما در این وقت خیلی آزاد روان گپ زدن، یعنی شعر باشد هم لگه همین شعر را به طریق گفتگوی عادی تلفظ نماید گویان مصلحت میداد و فکرهای درستی ابوالقاسم لاوتی برای اکتورها خصوصا جوانها که همان تابستان سال 41 آنها استودیوی تاجیکی دانشکده تئاتری به نام لوناچارسکی را نو تمام کرده به تئاتر وارد گردگی بودند. برای آنها بسیار یک سبق کلان بود. بسیار سپکتاکل عالی جناب آفریده شد. صرف نظر از دشواری های جنگ بزرگ وطنی، نارسایی های مادی، بسیار یک سپکتاکل با وجود آمد که دقت همه را به خود جلب کرد و خصوصا در این سپکتاکل برآمد احد سلیمانوف در رول کماندور این یک بازیافت بزرگی بود. چنان این نقش به وی زیبید، چنان این اکتور همین نقش حاکم یعنی کماندور را با حرارت بلند بازی کرد که همه صحنه هایی که همین قهرمان پیدا می شود حتما تماشابین را به لرزه می آورد. کماندور این یک حاکمی می باشد که در یک دیهه کلانی فوئنتا اویخونا به نزدیکی به کار تعیین شده است، لیکن این حاکم بسیار ظالم، بسیار ستمگر می نماید، همه را به جانش رسانده است و خصوصا به دختران جوان با چشم بد نگاه می کند و مردم را آزار می دهد. خصوصا در پرده یکم وقتی که کماندور از شکار برمیگردد و در پیش نظرش مردم را سفربر می نمایند و وی مجبور می کند که این مردم دیه به رقص و ترانه سرایی نامش چی مشغول شوند، او را خرسند کنند. من در همین صحنه نخست چشمش به 2-3 دختر هایی که در یک کنج راست ایستادن می نگرد. این چشمای مثل درنده تیزبینی وی با لاورنسیا و پاسکواله و خاسینتا نام دخترهای همین دیه چنان سخت تاثیر میکنند که خود اجرا کننده ها میگویند که ما از یک نگاه احد سلیمانوف میترسیدیم، گویا که وی با همین نگاهش درون مایه شکاف کرده ایستاده است و در حقیقت همین صفتهای قهرمان در صحنه های دیگر هم پیدا می شوند، معلوم می شود. خصوصا در صحنه که در لب چشمه دختر کت خدای همین دیه استوان لاورنسیا جابجایی کرده ایستاده است و نخست کماندور که به شکار رفته ایستاده است پیدا می شود و دختر را تنها می بیند و با خوشامد زنی مشغول می شود. در همین وقت فراندازا هم حاضر بود، یعنی محبوبی لاورنسیا فراندازا در پشت بوته پنهان می شود و کماندور
کمانش را در زمین گذاشته میخواهد دخترک را به آغوش کشد. اما فرانداز از پشتی بوته فیلحال برآمده کمان را میگیرد و به سوی کماندار روان کرده ملایم خیلی خوش آهنگ میگد که جناب عالی این کار شما ناز نیه، آخر این دخترک به دست نرسانید، آیا این دختر بیگناه چکار کرده است؟ و همین وقت به لاورینس میگریزد و فرانداز هم کمان را پرتافته گریخته میرود. لیکن در دل کماندار همین صحنه سخت ریشه میدواند. وی چنان بدکینه میشود، چنان بدقهر میشود که میخواهد حتما یگان روز قصدش را گیرد و صحنه توی به وی در حقیقت قصد خود را میگیرد. فراندازا و هم لاورینس هر دو توی میشوند. این صحنه توی بسیار عجایب در صحنه گذاشته شدگی بود. همان وقت ها در استالیناباد یک رقاصه تئاتر کلان SSR حضور داشت و همه رقص های همین سپکتاکل را وی در صحنه گذاشتگی بود و سپکتاکل با رقص مردم سر می شود که مردم در این توی خورسندی می کنند و می رقصند و می نوشند و از سر دسترخوان کنده نمی شوند یا کنده می شوند و من در همین وقت نخواست در وقت خورسندی و شادی مردم دیها کماندار همراه دو نوکرش پیدا می شود. آنها در بالای زین پای راست می ایستند، از دو طرفش دو نوکرش. اول هیچ کس اعتبار نمیدید، نمیبیند، حتی نخواست چشمان فراندازا به این جناب دوخته می شوند، چون که یک وقت ها آخر فراندازا لاورینس را از دست این حاکم نجات دادگی بود. من یک بار توی آرام می شود، یعنی همه کرخت می شوند، همه به سوی کماندار چشم می دوزند و فراندازا می داند که وی حتما به دست گرفته می شود، می خواهد از دیوار گریخته رود، لیکن نوکران کماندار وی را دستگیر می کنند. بعد کماندار فرمان می دهد که از دست کت خدای همین دیها یعنی استوان عصایش را گرند. کت خدا با احترام بزرگ عصای خودش را در پیش پای کماندار میگذارد و تیار است که جزایی که باشد و به سر گردنش گیرد و نوکرها عصا را برداشته به دست کماندار میدهند و کماندار با تمام خشم و غضب همین عصا را به سر کماندار میزند. تمام اهل نشست همین توی به خشم و غضب می آیند. لاورینسیا و دیگران را یک چند نفر دیگر را به حبس میگیرند و میبرند. توی به ماتم و بدل میگردد. من در همین صحنه ها اکتور بزرگ ما احد سلیمانوف نشان داده توانست که حاکمیت، زوری چی کارهای کرده نمیتواند. این سپکتاکل لاورینس همان سالهای جنگ بزرگ وطنی بسیار یک آهنگ بلند وطن دوستی پیدا کرد. آخر جنگ می رفت، فاشیستان اصلاحگر در حقیقت در دههایی که به دست آوردگی بودن بسیار کارنامه‌های ناشایسته وحشیانه را سر کردگی بودند. بنابراین این سپکتاکل یک آهنگ ضد فاشیستی گرفت و مردم آن سالها این تماشا را با ذوق تماشا میکردند و خود اکتورها در اجرای نقشهایشان خیلی سبزیدگی بودند. لاورینس را توی بای باز میکرد، فرانداز را شمس قیاموف، استوان را حاج قل رحمت اللهیف، کماندار این البته احد سلیمانوف، همه یک انسامبل، یک سازدسته عالی جناب آفریدند و چمدور بسیار آرایش عالی جناب آفرید و گفتم ممکن است که این یک نویگری بزرگ نه تنها برای تئاتر تاجیک بلکه برای تئاتر تمام اتفاق شوروی بود. ما از تاریخ تئاتر میدانیم که
همین اثری لوپدویگ سال 1919 در کیف، سال 1922 در تئاتر بانامی روستاویلی شهر تیفلیس بسیار موفقیت کلان پیدا کرده بود. آهنگ انقلابی داشت. انا اکنون در ساحت ملی ما هم همین آهنگ زمانوی پیدا کرده توانست. بعد همین سپکتاکل کانسل در مسکو در تئاتر آرمی سوویتی و سپکتاکل معلم رقص را چنان عالی جناب می آفرد که همین تجربه در تئاتر ملی تاجیک به دست آوردهش به وی کمک رساندن و در همین کمک حصه اکتورهای تاجیک خصوصا احد سلیمانوف بی سبب نبود. احد سلیمانوف سالهای جنگ بزرگ وطنی باز یک چند رولهای بسیار خوب اجرا کرد. یکی از این رولهای وی این طهماسب خوجندی بود. طهماسب خوجندی این یک اثری بود که آن را سید مرادوف و هم محمد جان قاسموف نوشتگی بودند و سال 43 نشان داده شد. پیس درباره اصلاحگران عرب که در عصر هشتم آسیای میانه را ضبط نمودن خواستند، خصوصا و سرزمینی که در آنجا سعودی ها یعنی اجدادان پیشتره ما استقامت میکردند، من به همین سرزمین بسیار بدبختی ها آوردگی بودند و بهترین فرزندان تاجیک از آن جمله طهماسب خوجندی مردم را ضد همین دشمنان ناخلف، دشمنان اصلاحگر متحد کرده توانستند. آنها را، این مردم را همین طهماسب خوجندی سرداری میکرد. همین رول به دو اکتور نمایان ما محمد جان قاسموف و هم احد سلیمانوف سپرده شد. هر دوی آنها هم بسیار صحنه زیب بودند و هر دو هم از عهده نقش‌های خوب خود نقش برآمده توانستند. لیکن احد سلیمانوف نسبت به قاسموف بسیار هم مناسب بود. اولا اینکه قد و قامت وی خوب بازی پر حرارتش، سخنرانی هایش برای این رول که یک قدر عملیاتش کم بود خیلی جان عطا نمود. همان سالها سال 1944 در وقت خیلی اوج گرفتن 43 در وقت اوج گرفتن جنگ بزرگ وطنی یک اثر برای تئاتر پیدا شد که خانه ندیر نام داشت. این پیسه در اساس واقعه های حقیقی که سال 1942 در استالینگراد روی دادگی بود نوشته شد. اما سال 42 در استالینگراد چنان جنگ اشدی می رفت که یگان خانه صحت سلامت نماند. یگان آدم درست حیات بسر برده نمی توانست. چنان این زد و خوردها تفسیدند، چنان همین قدر تیزتون گردید که قریب بود که دشمن ها فاشیست ها از دریای ولگا گذشته سوی آسیای مرکزی ما حرکت کنند، جنبش کنند، یورش نمایند. من در همین وقت در هر یک خانه جنگ می رفت. خصوصا در کوچه 9 اکتبر 9 ینور یک خانه بود رقم 61. در همین خانه یک گروه سربازان شوروی با سرداری پاولوف آنها برای یک خانه شده مبارزه بردند که همین خانه از دست نرود گفتم. در این باره در مطبوعات بسیار مقاله ها بعد چاپ شد و در بین همین یک توده خوردکه که پاولوف سرداری میکرد چند سربازهای گوناگون ملت اشتراک داشتند. در آنجا هم روس‌ها، هم اوکراین‌ها، هم تاتار، هم قازاق و یک نفرش تاجیک بود. این احد توردیف نام داشت. من همین تاجیک این تمثال ابرازی در سپکتاکل بوده، یعنی ندیر گردید. خانه ندیر بیهوده نام نداشت، چون که ندیر همین خانه را
در این محاربه بسیار تیز و تند سخت مدافع میکند. پیسه بسیار ناز نوشته شدگی بود، چون که مؤلف یکمش اکرامی، مؤلف دوم این الکسی فایکو بود. فایکو در تئاتر روس یکی از درام‌نویس‌های خیلی نمایان به حساب می رود. بسیار پیسه های ناز آفریدگی بود که اثرهای وی سالهای 20 اول 30 در تئاتر شورایی ما بسیار گذاشته می شدن. تجربهش خیلی کلان بود. نو از بس که فایکو در دوشنبه پیدا شد، برای چه از این درام‌نویس زور استفاده برده نشود. البته برای همکاری با وی تشکر که درام‌نویس جوان ما اکرامی از وی بسیار چیزها را آموخته گرفتند و پیسه بسیار عالی جناب، بسیار دقت انگیز، شوق‌آور ساخته شده بود. خیلی نارسایی ها هم بودند، لیکن به هر حال برتری های آن معلوم بود. و نقش اساسی نادیر به احد سلیمانوف سپرده شد. نادیر این کماندیر خرد، یعنی کماندیری که یک وزواد، یعنی یک دسته خرد را اداره میکند. آنها چند شبانه روز است که همین خانه را مدافع میکنند و دشمن زور میزند که درون خانه وارد گردد و نادیر همراه اسکرانش، یک چند نفر اسکرانش کوشش میکنند که به دشمن راه ندهند. من همین قوی ارادگی، مردانگی نادیر را احد سلیمانوف نقص تصویر کرده توانست. خصوصا در پرده آخرین همه اشتراک کنندگان همین سپکتاکل بسیار خوب بازی کرده بودند. پرده آخرین در یک حجره آشیانه بلند میگذرد که در آنجا از تریزه معلوم که شاخه های، یعنی درخت بلند، آخرین آشیانه های طبق های دیگر امارت ها همش نمودار شده می استد. نادیر در دفع نمودن یک جاسوسی آلمانی نمیسی زخمدار شده است و سرش با داکه بسته شده است و خون علکه از این داکه گذشته است. طبعش بسیار بلند می باشد و در روی دیوان خوابیده است. صرف نظر از این، قهرمان احد سلیمانوف درباره سربازانش فکر میکند. کمال را برای یاری را طلب نمودن فرستاده است. 2 نفر دیگر سربازان در کجای آنها کدام وظیفه او را به ذمه گرفته اجرا کرده استادند. یک سرباز دیگرش خیرولین، یعنی تتر، در لب بالاخانه در پیش تریزه شکسته در زمین خوابیده بیرون را مشاهده میکند که چخیل دشمن ها گذشته ایستادن، کجا رفته ایستادن. من در همین وقت وقتی که حس میکنند که خانه از دست رفته ایستاده است، نادیر فرمان میدهد که رفته می نگذارند و خانه را ترکش دهند تا که دشمن در این خانه وارد گردیده مغلوب شود. بعد از آن که آواز او را از دور شنیده می شود و حس کرده می شود که عسکرهای شوروی ما، یعنی یاردم نو، در شهر وارد گردیده است و غلبه نزدیک آمده ایستاده است، فرمان می دهد که لیزا نام یکی از اشتراکچیان همین جنگ، یک دخترک، پایان فراید و در آشیانه یکم سیمی همین ترکیش را بریده برگردد و دخترک همین وظیفه را اجرا میکند و وقت برگشتن تیر میخورد و در خانه در آمدن بعد از جراحت برداشتش از دنیا چشم میپوشد. این بسیار صحنه های نهایت وزنین بودن، نهایت دشوار بودن و اکتورها همین روحیه همین صحنه را، وضعیت خیلی دشوار جنگ را درست و تاثیر بخش تصویر کرده توانستند. همین طور احد سلیمانوف همچون اکتور
که اکتوری درامویه که از عهده یک رولهای قهرمانی و رومانتیکی برآمده میتواند ابراز را اندک بالا بردار میکند و حسیات قهرمان را در وضعیت های دشوار خیلی سرشار افاده کرده میتواند. همین خیلی اکتور در سالهای دشوار حیاتی تئاتری به نام لاهوتی یک بازیافتی البته خیلی کلان بود. افسوس که سال 1945 بین بعضی رفیقان بین احد سلیمانوف گپشان میگریزد و این اکتور شهر ما را ترک میکند، از نو به سمرقند برمیگردد، از نو مجبور میشود که در تئاتر ازبکی به کار درآید و البته در تئاتر ازبکی البته وی چندان دل خودش را خالی کرده نمیتوانست، چون که این تئاتر بسیارتر با دراماهای موسیقوی، اثرهای سبک مشغول بود. رولهای مناسب برای این اکتور یافت نمیشد. البته وی خیلی غمگین بود که ایجادیاتش کنده شد، خیلی غمگین بود که پیش نرفته ایستاده است و شاید از همین غم و غصه های و از همین روزهای وزنین برمحل از دنیا گذشت. این سال 1956 بود، لیکن خدمت وی در تئاتر تاجیک بسیار هم کلان می باشد. اکتوری که از کوچه مدنیت نگذشته است، یعنی گفتن ممکن است که وی قریب سواد درست نداشت، مکتب عادی را تمام کرده است، لیکن طبیعت به وی چقدر استعداد را یعنی روا دیده است. البته استعداد این بسیار چیزی نادر می باشد، طبیعت به هر کس نصیب نمی کند، لیکن به اون شخصی که اگر نصیب کند و بالای این باز صفتهای خوبی ظاهری باطنی را داده باشد، این البته یک کشفیات خیلی کلان می باشد. و احد سلیمانوف در تئاتری به نام لاهوتی یک چند سال کار کرده. در دوره های گل شکفتن هیئت ایجادی این دسته در هر یک نمایشی که وی بند بود یک نویگری به دست آورده توانست و تئاتر ملی خودش را پیش برد، برابر دیگران پیش برد. من این سهم بزرگی این اکتور فاجعه‌ای ما می باشد که ما هیچگاه نباید سیمای او را فراموش کنیم. سهم وی در حقیقت برای ما عزیز می باشد. احد سلیمانوف این اکتوری است که مثل ولقان از درون یک جهان حرارت افاده کرده میتواند، یک جهان فرارت، یک جهان فکر، حسیات سرشار را به تماشابینان تقدیم میکند. البته این خیلی اکتورهایی که هم خصوصیت های ظاهری دارند و هم خصوصیت های باطنی دارند، این خیلی اکتورها بسیار کم میشوند. افسوس که همان سالها تئاتر کینوی تاجیکی با قریب چیزی رو به نوار نمی گرفت، بسیار محتاج پیشروی بود. بعد سالهای 56 وقتی که وی از دنیا گذشت، کینوی تاجیک خیلی پیش رفت و بسیار فیلم های عالی جناب آفرید. بعد خوب احد سلیمانوف بر این اکتور در کار بودن، لیکن افسوس که این سالهای دشوار فعالیت وی راست آمد و وی دیگر در دیگر نمودهای صنعت وی لیاقت خودش را نشان دادن نتوانست. لیکن اون چیزی که وی آفرید، اون ابرزهایی که وی در صحنه آفرید، هر یکی آنها باعث تحلیل، باعث قید نمودن در تاریخ تئاتر ملی ما می باشند.